پریودی. بابا جانم. پریودی چیه؟ جان پریودی خب چیزه، ببین خون میاد، یعنی چی خون میاد؟ از یه جای خون میاد. چرا خون میاد؟ پیچیده است، از کجا خون میاد؟ خیلی پیچیده است. خب چرا؟ خب ببین حسینم، تو اینو از کجا شنیدی هستن؟ خاله داشت به مامان میگفت. بس دیگه ادامه نده، فهمیدم. خب الان چی هست؟ خب ببین پسرم، خانم ها یه چیزی دارن که ما نداریم، یعنی نه ما یه چیزی داریم که اونا ندارن. ای خدا من چیزی توضیح بدم؟ بابا من نمیفهمم. خودم هم نمیفهمم. یه لحظه وایسا. ببین تصور کن یه دره یه جاییه، خب بعد ماهی یه بار یه هفته آبشار میاد از اونجا. آها آبشارش هم جنسش از خونه. ها همون که بالای رونه پشت کو. الان چی گفتی؟ هیچ دهنم پرید. تو میدونی قضیه چیه؟ آره دیگه اینترنت زدم اومد. خب پافیوز چرا داری از من میپرسی؟ خب پدر جان نشیدی میگن تجربه پدر علمه؟ تجربه پدر علمه. حاملگی میدونی چیه؟ آره اونو میدونم. نه دیگه، ببین تجربه پدر علمه. بیا بریم. کجا؟ بیا بریم، میخوام تجربه بهت یاد بدم. بابا جان غلط کردم. گو خواهی